آقای دکتر استخر، یه معرفی در مورد تحصیلات، سوابق و تجربیاتتون رو بفرمایید. به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم. پرویز استخر هستم، دکترای تخصصی مهندسی صنایع غذایی، DBA مدیریت کسب و کار در صنایع غذایی و سرممیز سیستم های مدیریت کیفیت. من فارغ التحصیل سال 81 رشته مهندسی صنایع غذایی هستم. بعد از فارغ التحصیلی به مدت 5 سال در کارخانجات صنایع غذایی به عنوان مسئول فنی، مدیر کنترل کیفیت و مدیر کارخانه مشغول به کار بودم و بعد از اون وارد اداره نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو شدم و حدود 16 سال هم سابقه فعالیت در غذا و دارو رو دارم. همزمان با کار در مقطع کارشناسی ارشد در رشته صنایع غذایی در گرایش تکنولوژی مواد غذایی و در دکترای تخصصی یا PhD باز هم در رشته صنایع غذایی گرایش مهندسی صنایع غذایی هم ادامه تحصیل دادم و فارغ التحصیل شدم و با توجه به علاقه ای که به آموزش و ارتباط صنعت به دانشگاه داشته و همچنان دارم، به عنوان معلم هم در دانشگاه تدریس میکنم.